سلام بچه ها، چه خبر؟ به چنل موین لاتین خوش اومدین. امیدوارم که هر جا که هستید سلامت باشید. خب بچه ها، امروز اومدیم با یه ویدیو مختلف و خنده‌دار که سعی کن نخندی. با یک دوست جدید اومدیم که این چالشو انجام بدیم که به نام علی صمدی. سلام چطورین؟ خوبین؟ انشالله موفق باشید و پایدار خدا به توانتان برسد. و دیدید که تلاوت کرد. خب بریم ببینیم که ادیتور چه ویدیوهایی برای ما آماده کرد. خب من الان میرم آب میارم که دهنمون رو پر آب کنیم و ببینیم که چی میشه. تا بریم ادامه این ویدیو. Let's go. خب بچه آب آوردیم و بریزیم توی لیوانا. خب آب میذاریم اینجا و میقلیمش. دوستان عزیز به درود. برسیم به یه جای خیلی منظره قشنگ. ما قدیما اینجا، اما اینم بخاری. دوستان عزیز همکنون آهو دوستان عزیز همکنون آهو بود. نه دوستان عزیز همکنون آهو. قورتش بده. خب بچه هنوز 0-0 و بریم ویدیوی بعدی. باز آب. یه تجربه خیلی باحال رو باهاتون به اشتراک بذارم که یه محتوای آموزشی هم توی این پیج گذاشته باشم. من وقتی که اسباب کشی کردم به این خونه جدید متوجه شدم که این خونه به اندازه کافی پریز نداره. پس یه فکر بکر کردم و هر جایی که نیاز به پریز داشتم اونجا یه پریز گذاشتم. برای مثال این بخش خونه پریز نداره و من اینجا احتیاج به یه پریز دارم. تنها کاری که میکنم اینه که اینجا یه پریز میذارم. این جادوگرا با جاروشون پرواز میکنن، یه مسافتی رو طی میکنن. اگه میتونستن با طیشون پرواز کنن یه مسافتی رو جارو میکردن. این خنده های طبیعیه. دیگه میخوام به همه نشونت بدم مزدور کسافت. باید این مزدور رو ببینید. این مزدور رو ببینید. خب بچه ها، علی 1 من 0 یه دونه برد و ببینیم چه مجازاتی برای ما میده. فلفل تون. چی میدی برای ما؟ فلفل تون. فلفل تند. خب بریم فلفل تند برای خودمون بیاریم. خب بچه ها، فلفل تند آوردیم و یک کوچولی از این بخوریم. بخورش. خوبه؟ آره. واقعا میمیرن. بخورش. آه. آه. خب آبم بازم میریزه.
سوپر. خب بریم بعدی. آب یادمون رفت. میخ میخوامت. عجب کلمه بازیم من. اسکول فکر کرده میتونه منو بکشه. بابا ضد گلوله است. نمیشنوه شیشه رو بودم پایین. چهار فلافل مخصوص با نون اضاف سوسن بزن آره با پیک بفرست همزا کارت میکشم دمت گرم. Okay, Sun Riding 2013. همچین میگه بسم الله که جنا باش هم سفره نشن انگار داره لازانیا میخوره. سگ پنیر میخوره ساعت 11 شب لاش خور. لعنت شب میخواستم یه آبی تعویض کنم تو دهنم ژله شده بود آب. دارم هنوز میسوزم. سرویس.
خب بچه ها، شرمنده شارژ گوشی من تموم شد، مجبور شدیم با گوشی علی این ویدیو رو بگیریم و بازم آب بخوریم و آبش تموم شد. آب. على الفنجان مساحة الماء في مجلس ما والله تدلع عليك. البارحة وانا نايم وجاني النوم وعد نجوم الليل یک یک. خب مجازات تخم مرغ. سس با روغن. سس با روغن. یک کوچولو بخوریم. روح پاک صلوات. اوه دهنم جیر خورد. تموم شد. آب تموم شد. بریم آب رو پر کنیم و ادامه این ویدیو رو به شما بگیریم. خب بچه ها، آبم آوردیم و
میوه‌ها رو پر کردیم و بنوشیم. بابا رفتم بقالی کرباز نداشت اینجا مثل کاروان سراست خاله قرار بود حفظان 20 بار بیاره آرمان 2-1. خب مجازات. رقص. نه دیگه باید بری. خب بعد این ویدیو رقص رو برای شما میذاریم. رقص علی رو ببینیم چجوری رقص میکنه. خب آب بازم بنوشیم. اومد کامران الان منتظرم برم توی هتلشون با بلیط های کوکترنشون منو دعوت کردم به کنسرت عشقت دروغ بود دیگه نه دیگه نه من نه دیگه میخوام اسم تو فراموش کنم آتیش تو خاموش کنم حواست چشمات میگن برق روی لبهات میگن عشقمو به بازی گرفتی خانم من اشتباه. خب بچه میبینید که این بعد این مردی که کنار این شرک داره میرقصه به یک مردی ایرانی شبیهش دادن که الان ویدیوشو برای شما نشون. خب آب بنوشیم. خب بچه 2-1 علی باخت و من بردم. و بعد این ویدیو برای شما رقصشو میذارم. خب ممنونم که تا آخر این ویدیو با من بودید و در ضمن یه چیزی یادم رفته بود که برای شما بگم. توی ویدیو قبلی احضار ویجیبو چارلی اونقدر ترسیده بودیم که من اصلا نمیفهمیدم که دارم چی میگم. بعد 2 روز که داشتم اون ویدیو رو داشتم ادیت میزدم که دیدم که چه کسچرایی داشتم میگفتم که تقریبا
اولای ویدیو کلا چرت و پرت داشتم میگفتم. خب بچه ها ممنونم که تا آخر این ویدیو با من بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اون زنگوله رو بزنید و اینستای منم این بالا میاد و یوتیوب علیرم تو پایین برای شما میذارم، برید حتما سابسکرایبش کنید و زنگوله رو بزنید و نقطه آل بذارینش و عشق منید. تا ویدیو بعدی، گود بای. I live inside my own world of make-believe. Kids